در شرایطی که ما زندگی میکنیم، جوانان بی هدف، جوانانی که غرق در خواهشات نفسانی هستند، آتش سوزان را زیر نام عشق افروختند. شعارها میدهند که عشق گناه نیست، محبت گناه نهی. شعارها میدهند که زندگی بدون عشق لذت ندارد. آتش را افروختند که جرقه این آتش هزاران خواهر را حیا و عفتش را سوخت. حیا و عفت هزاران خواهر به این آتش به نام عشق مجازی سوخت و دنیا را برای هزاران جوان تبدیل به جهنم کرده است. امروز زیادن جوانانی که جگرهایشان بریان، چشمهایشان گریان و خنده های تقلبی به لب دارند و به زبان حال میگن خنده بر لب میکنم تا کس نداند راز من. اشک در چشمان من طوفان غم دارد، هنوز خنده بر لب میکنم تا کس نداند راز من.